سلام بچه های گلم، سلام عزیزای دلم، حالتون خوبه؟ مسواک زدید؟ شامتون رو کامل خوردید؟ آفرین که میبینم زود اومدید بخوابید. بچه هایی که زود میخوابن قدشون بلند میشه، استخونا و دندونای سالمی پیدا میکنن، بدنشون سالم میمونه و مهمتر از همه اخلاق بهتری هم دارن. آفرین به شماها. بریم سراغ یه قصه قشنگ به اسم پپا و ماشین آتش نشانی. به نام خداوند بخشنده مهربون. یه روز مامی پیگه تصمیم گرفت که در یک دوره تمرینی آتش نشانی شرکت کنه. ددی پیگه خوشحال شد و گفت به به، این بهونه خوبیه برای گپ زدن با دوستان. یه قرار خیلی مهم و یه مهمونی کباب پزون با تیم فوتبال باباها دارم. رفتم که برم، آخ که چه خوش بگذره. مامی پیگه، پپا و جورج به ایستگاه آتش نشانی خانم خرگوشه میرسن. پپا با دیدن ماشین بزرگ قرمز آتش نشانی نفسش میگیره و میگه اوف، وای چقدر قشنگه. و جورج میگه ماشین آتش نشانی. ددی پیگه و دوستاش مشغول بازی میشن، مشغول فوتبال بازی و همزمان هم تصمیم میگیرن کباب درست کنن. ولی غافل از این که حواسشون پرت میشه و وای خدای من، کباب آتیش گرفتن. ددی پیگه حسابی هول میکنه، به ایستگاه آتش نشانی زنگ میزنه. خانم خرگوشه که فکر میکنه ددی پیگه زنگ زده احوال خانومش رو بپرسه میگه سلام ددی پیگه، ولی باید اینو بدونید که این تلفن برای وقتیه که اینجاست که ددی پیگه فریاد میزنه آتیش، به دادمون برسید، آتیش. و خانم خرگوشه سریع جواب میده همین الان میایم اونجا. خانم خرگوشه در حالی که از میله آتش نشانی سر میخوره فریاد میزنه مامانا، آماده نجات باشید. مامی پیگه فریاد میزنه محکم بشینید. و حرکت میکنن. صدای ماشین آتش نشانی از همه جا به گوش میرسه و اونا با سرعت میرن به سمت محل حادثه. پپا، جورج و مامانا خیلی سریع جای کباب ها رو پیدا میکنن و شلنگای آب رو بیرون میارن. خانم خرگوشه فریاد میزنه باباها عقب بایستید. آب با فشار زیاد از شلنگ بیرون میریزه و خب خدا رو شکر خیلی سریع آتیش خاموش میشه. وقتی آتیش خاموش میشه باباها همگی فریاد میزنن هورا هورا. ددی پیگه میگه ممنون که ما رو نجات دادید. خانم خرگوشه جواب میده خواهش میکنم، این یه وظیفه بود. ددی پیگه میگه حالا که خانم خرگوشه حیاتو پر از آب کرده میتونیم توی چاله های گلی بالا و پایین بپریم و بازی کنیم. پپا میگه من عاشق ماشین آتش نشانی هستم. به خصوص وقتی که چاله‌های گلی درست میکنه. آخه ما خوبکا خیلی گل بازی دوست داریم. خب بچه های گلم، اینم از قصه امشب. امیدوارم خوشتون اومده باشه و امیدوارم که قصه های ما رو برای دوستاتون بفرستید و کانالمون رو بهشون معرفی کنید. تا شبی دیگه و قصه دیگه، خاله آدین همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاره. شبتون بخیر، خدا نگهدار.